به نام خدا، محمد جواد حسن‌پور هستم، آموزش ساخت دیتابیس در PHPMyAdmin. برای این کار در زمپمون وقتی که زمپمون رو باز میکنیم وارد ادمین میشیم و صفحه PHPMyAdmin ما باز میشه. در اینجا نیو رو میزنیم و در این قسمت دیفالت نیم، نامی که میخوایم رو در اینجا قرار میدیم و بعد در اینجا هم UTF 8 پرشین رو انتخاب میکنیم تا زبانمون فارسی باشه و زبانهای دیگه ای نباشه و در آخر کریت رو میزنیم تا دیتابیسمون ساخته بشه. چون ما از قبل این کارو کردیم دیگه این کارو انجام نمیدیم دوباره و این صفحه برای ما باز میشه. حالا بعد از اینکه این کارو کردیم وارد کدهای خودمون میشیم و یک نیو تکست جدید باز میکنیم، اسمشو میذاریم db.php به منظور همون دیتابیس و داخلش این کد رو کپی میکنیم، در اینجا قرار میدیم در یکی از پوشه هامون و سینگاپ هم در همون پوشه قرار میدیم و کد PHP که مربوط میشه به اتصال دیتابیس رو در این قسمت یعنی همون db.php قرار میدیم. در اینجا باز میکنیم PHP رو مینویسیم. این کد رو میتونیم از چت جی پی تی هم دریافت کنیم. مینویسیم فقط کد اتصال به دیتابیس و این رو میتونه برامون بیاره. ما این کد رو مینویسیم، تنظیمات دیتابیس رو انجام میدیم. اولیش که هاست ما همون لوکال هاسته، بعد DB name یا نام دیتابیسه که اپلیکیشن گذاشتیم نامش رو، بعدش هم یوزر نیمه که روت میذاریم تا دلخواه بتونیم یوزر نیم رو بنویسیم و بعدش هم پسورده که خالی میذاریم تا هرچی خودمون دلخواه دوست داشتیم رو وارد کنیم. در اینجا هم ترای کش میذاریم برای فهمیدن اینکه درست اتصال یافته یا نه، که در صورتی که اتصال درست باشه مینویسه اتصال با موفقیت انجام شد یا دیتابیس متصل شد، هر متنی که خودمون در اکو قرار میدیم و در غیر این صورت هم می نویسیم اتصال به درستی انجام نشد، داخل کچ این رو می نویسیم و در پایان هم PHP رو می بندیم. خب حالا میخوایم این دیتابیسی که در اینجا ذخیره کردیم رو متصل کنیم به فایل سینگاپمون. برای این کار باید در فایل سینگاپمون هم PHP بسازیم، یعنی singap.php و یا همون ثبت ناممون و در اونجا کدها رو بنویسیم تا ببینیم این عمل صورت میگیره یا نه. پس میریم وارد بخش singap.php مون، این کدها رو کپی میکنیم از چت جی پی تی و در اینجا پیست میکنیم و میبینیم که اینجا یه اینکلود داریم که در اونجا یه جور لینک کرده به صورت PHP دیتابیسمون database.php ما رو در صفحه singap.php. در قسمت پایین هم برای دریافت نام کاربری و رمز عبور کدهای PHP رو نوشتیم و تراکش هم گذاشتیم در پایانش که به منظور فهمیدن اینکه این کار عملیاتش موفق آمیز بوده یا نه، که کاربر با موفقیت ثبت شد یا خطایی رخ داده است و کداشو کامل نوشتیم. دستور دیتا ذخیره کردن دیتابیس رو هم در بخش ترای نوشتیم و در پایین هم فرم رو باز کردیم و 3 تا اینپوت داخلش گذاشتیم. تایپ تکست که برای نام کاربری، نیمش یوزر نیمه، تایپ پسورد و نیم پسورد برای دریافت رمز عبور و تایپ ثبت نام یا سابمیت برای ثبت نام و بعد فرم رو بستیم. حالا میریم برای اجرا، میبینیم تا اینجا که اومدیم به چه شکلی در وبسایت ما این کار عمل خواهد کرد. میبینیم که در اینجا نوشته اتصال به دیتابیس موفقیت آمیز بود، یعنی به درستی
database.php ما کار کرده و موفقیت آمیز بوده. حالا ما می نویسیم اینجا، اون رو تغییر میدیم متنمون رو و میبینیم که اینجا نوشته اتصال موفقیت آمیز بوده است و مطمئن میشیم که متن مایی که در اونجا قرار گرفته و متن دیگه ای نیست و میبینیم که به این شکل اتصال به دیتابیس موفقیت آمیز بوده است. حالا دوباره برمیگردیم به قبلش. در اینجا همونطور که میبینید نام کاربری، رمز عبور و یک دکمه هم برای ثبت نام وجود داره، ولی خب این خیلی شکل ساده‌ایه و هیچ استایلی نداره. برای اینکه به شکل حرفه‌ای تر یک صفحه ثبت نام کاملی رو بسازیم نیاز به یک کد بهتری داریم که از چت جی پی تی میگیریم و در اینجا کپی میکنیم و به جای این فرمی که الان نوشتیم اون رو قرار میدیم. این فرم برای این بود که بفهمیم درست کار کرده یا نه. حالا ما فرم اصلی رو قرار میدیم که اول نام کاربری رو میگیره، بعد ایمیل رو میگیره، بعد رمز عبور و تکرار رمز عبور و در آخر ثبت نام رو انجام میده. یک دکمه هم داره برای بازگشت به خانه تا برگرده به همون صفحه اصلی وبسایتمون و استایل داره و کامل و درست کار میکنه. حالا قبلیه رو پاک میکنیم و میبینیم که یک صفحه کامل برای ما به وجود اومده و اتصال به دیتابیس هم در اینجا نوشته موفقیت آمیز بوده که شامل نام کاربری، ایمیل، رمز عبور، تکرار رمز عبور هست. در این بخش قبلا ثبت نام کردید رو فعلا کاری نداریم و نیاز بهش نداریم. فعلا نام کاربری می نویسیم، ایمیلمون رو می نویسیم، رمز عبور رو می نویسیم و اون رو تکرار می کنیم و میریم برای زدن دکمه ثبت نام ببینیم میشه یا نه. همونطور که میدونید خب هیچ اتفاقی نمیفته. برای اینکه اینجا اسم اون فرد در دیتابیس ذخیره بشه ما نیاز داریم تا در SQL یک کدی رو بنویسیم. وارد بخش SQL در phpMyAdmin میشیم و این قطعه کدی رو که الان من کپی کردم رو میتونید وارد کنید. این قطعه کد رو در اینجا مینویسید. یک create table که یک جدولی رو میسازه و 3 تا بخش داره. یوزرنیم که گفته 255 تا 255 واژه هم میشه نوشت و ایمیل و یه دونه هم برای پسورد و یه دونه هم و در آخر هم پرایمری کی آیدی. خط دوم هم دوره آیدی اینت و در آخر همه خط هم نوشته نال نباشه، یعنی واژه خالی رو نذاریم. در اینجا ما وقتی در پایین گو رو بزنیم اجرا میشه و در اینجا یک تیبلی ساخته میشه که ما میتونیم افراد که ثبت نام میکنن رو در اونجا با تمام مشخصات ببینیم. برای مثال الان ما ثبت نام رو میزنیم، میبینید که اینجا ثبت نام انجام شده، چند جور پسورد اومده و اونجا هم اتصال به دیتابیس موفقیت آمیز بوده و کاربر با موفقیت ثبت شد. حالا ما در همین جایی که سینگاپور داشتیم اینجا نوشته بودیم دیگه، اینجا می نویسیم کاربر با موفقیت ثبت نام شد و بعد در اینجا نمایش داده میشه که کاربر با موفقیت ثبت نام شده. ولی خب یکم جایی که نوشتیم جای درستی نیست، میتونه به صورت پیام از اون بالا بیاد نشون داده بشه که بعدا میتونیم با CSS اون رو زیباتر کنیم تا در کنار صفحه‌ای که قرار دادیم نباشه این نوشته‌هایی که اتصال با موفقیت ثبت شد. در اینجا phpMyAdminمون وقتی روی یوزر کلیک کنیم میبینیم که واقعا این اتفاق انجام داده شده و تمام کسایی که ثبت نام میکنن در اینجا نشون داده میشن. برای مثال ما اینجا یک نفر جدید رو مینویسیم، علی، و یک ایمیلی رو براش در نظر میگیریم و رمز عبور رو مینویسیم و دوباره تکرارش میکنیم، ثبت نام رو میزنیم تا ببینیم نوشته هم که نوشتیم اتصال به دیتابیس موفقیت آمیز بوده هم به خاطر اینکه مطمئن بشیم نوشتیم. میتونیم این رو حذف کنیم چون دیگه مطمئنیم که به دیتابیس متصل شدیم و نوشته دوم که کاربر با موفقیت آمیز ثبت نام شد رو میتونیم استایل بهتری بهش بدیم.
و میبینیم که در اینجا یک بخشی داره برای دیلیت کردن و یک بخشی هم برای ادیت کردن کاربران. روی بخش ادیت میزنیم و در اینجا میتونیم ادیتمون رو انجام بدیم. ایمیلش رو عوض کنیم، اسمش رو عوض کنیم و یا حتی رمزش رو هم میتونیم اینجا ادیت کنیم، میتونیم پاکش کنیم یا میتونیم کپی کنیم. پس با موفقیت افرادی رو که در بخش سینگ آپ ثبت نام میشن رو ما در بخش دیتابیسمون میبینیم و ذخیره میشن. الان ما رمز عبورش رو عوض کردیم، میبینیم به این شکل نمایش داده میشه، ولی بقیه نمایش داده نمیشن چون رمز عبور خب اصولا نباید نمایش داده بشه و به صورت اعداد مخفی نمایش داده میشن و به این شکل میتونیم افراد رو ثبت نام کنیم. بعداً میتونیم بخش ورود رو هم بسازیم و بازگشت به صفحه قبلی هم که آماده است.